خب عرض سلام و ادب خدمت دوستان شکارچی، علاقمندان به ورزش تیراندازی و اسلحه. دوستان من این ویدیو رو گذاشته بودم منتها یوتیوب کپی رایتش کرد. توی این ویدیو گفته بودیم که میخوایم یک فشنگ درست کنیم با نمد. دوستانی که توی واتساپ و توی کامنت ها از من خواسته بودن که فشنگی پر کنم با نمد و آموزشش رو بذارم، الان در خدمتشون هستیم. عرضم به خدمت، من قبلا توی اگه ویدیو معلوم باشه من قبلا باروت ریختم 1.8 و میریم که برای ادامه ریلود فشنگمون. دوستان برای اینکه باروتمون نم نکشه و اون چربی نمد رو ته چی میگن اون باروته اون نمی و نکشه، نمی روغن و نکشه، ما یه دونه از این مقواها میذاریم که یه حائل درست کنیم بین نمد و باروتمون. اینو آروم میذاریم که اون مقوای توش چپ نشه که باروتش بزنه بیرون. بعد یه فشار آروم و تمام. خب الان نوبت نمدمون میشه. سر پوکه رو سعی میکنیم با چوبی یا همین ماژیکی که من دارم اگه میبینید اینو یکم گشاد کنیم که نمد رو بتونیم به راحتی توش جا اندازی کنیم. به همین شکل و فشارش میدیم که بره داخل فشنگمون. یه فشار کوچیک هم میدیم که چفت بشه. بعد دوباره یک مقوای دیگه میذاریم سر نمد و میریم که برای ریختن 32 گرم ساچمم. ترازو رو 0 میکنیم و ساچمه هامونو برای 32 گرم تنظیم میکنیم. دوستان همیشه یه مقدار فضا برای کلیپ کردن سر فشنگ حتما بدین که سر فشنگ رو خوب کلیپ کنین یا چرخ کنین. یکم زیاد شده اینجا. الان 32 گرم و 33 گرم بود. سی و 32 گرم خورده. بعد باز یه مقوای دیگه سر ساچمه ها میذاریم، یکم فشارش میدیم و دوستان حتما یکم روغن وازلین یا یه جور حالا گریزی چیزی حتما قبل چرخ کردن سر فشنگ بزنی. حالا من اینجا نیاورده بودم و همینجوری چرخش میکنم. دوستان هیچ وقت زیاد یا محکم بیش از اندازه چرخ نکنین که ساچمه ها از فشنگ بزنه بیرون. و تمام. خب دوستان انشالله این وقت کنیم، این هفته یکی دو روز آینده وقت کنیم و ببریم توی میدان تیر و اندازه بگیریم، ببینیم که پترنی که فشنگ بدون ود با نمد میده با فشنگی که گلدونی یا همون ود نیمچاک داره چه فرق داره. پترنشون با هم دیگه مقایسه میکنیم و حتما ویدیوشو براتون خواهم گذاشت.
خب دوستان، الان این یک فشنگ بسیار شیک، تمیز، مرتب و انشالله که تونسته باشیم مثمر ثمر واقع باشیم. مرسی که تا اینجای ویدیو ما رو تحمل کردین. سپاسگزارم از همتون و تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. بدرود. یا علی مدد.